درباره جشنواره و درباره اون نمایش‌هایی که پیروز گشتن قبلا شما را مبارکباد میگیم. سلامت باشید. خب اما ناگاهی یافتیم که شما در خود جشنواره شرکت نداشتید. بله، وقتی که من گروهی جشن صحنه یعنی کمانده خودم آماده کردم برای فستیوال از قزاقستان، من باید میرفتم قرقیزستان و اون کمانده هم برای که اگر شما خبر داشته باشید دو گروه از من اشتراک داشتن، یکی از قزاقستان و یکی از قرقیزستان. بعد از مشق من باید با گروه قرقیز میپریدم، یعنی که بیشکک، مسکو و سنت پترزبورگ ترانزیت بود ریسی ما. اون پاسپورت که من داشتم 6 سال که همراه من بود و نیمی جهان با اون پاسپورت گشتم. خب خیلی مملکت رفتم با اون پاسپورت. وقتی مسکو آمدیم سرحدمانای روسیه دیدن که اونجا اوکراین است. یعنی چندین مراتب اوکراین رفتم، چندین مراتب ترکیه رفتم، چندین مراتب گرجستان هم رفتم، چندین مراتب ایران هم رفتم آمدم و این خیلی عصبانی کرد. هرچند که میگفتم که گروهی من است، من کارگردانم و این هر جایی که رفتم این از فستیوال بود و مثلا نمایش ماندن بود و سمینارهای ماستر کلاس ها بودن. خب بعد فیسبوک آمد، بعد دیگرش آمد، باز پاسپورتی من کجایی بردن، سکنی رو کردن، بازگشتن آوردن، باز بردن، گروهی من رفت، دیگر همه گریه و ناله. من ماندم. بعد از این کسی آمد گفت که یک خطا است در پاسپورت شما، بردن من حبس کردن و بعد از حبس دیگر مسئله دیپارتی من برآمد. هرچند که من گفتم به وزارت فرهنگ روسیه زنگ زنن، به فستیوال زنگ زنن و پرسن که کی هستم، گوگل دارن، گفتن نه دیپارت. بردن چیراندن، تقریبا 1 ساعت من در اون حبسخانه ادامه دیده بودم و بعد از این وقتی من آمد کرد رئیس کلاب پیدا شد و من از اونجا با همراهی پلیسی روسیه آوردن چیراندن، پاسپورتم دادن دستی کاپیتانی هواپیما و من دیپارت شدم. با تاجیکستان دیپارت شد؟ کلاب، بله.